سلام هستیم جناب قدیمی، حال شما چطوره؟ چه سلامی کلکی آقا، زشت نیست. جان جانو کوفت، زشت نیست. بله خیلی زشت شد. من باید با کیک شیرینی این چیزی میرسم در به منزل شما عذرخواهی میکنم. میارم الان. آقا جان کیک به چه درد من میخوره؟ ما از دست شما آروم و قرار نداریم. یک نصف شبه. اولین سالیه که ما پدر رو از دست دادیم و پدر در تولد مادر نیستن. به خاطر همین گفتیم شلوغ کنیم فضا رو. حال مادر بهتر بشه. خدا بیامرزه پدرتون. من در جریان نبودم. خیلی کار نیکویی میکنید که به مادر میپردازید شما. البته ببینید من اومدم اینجا یک چیزی رو خدمتتون بگم، این که اولا تولد مادر رو تبریک بگم، بعدم یه چیزی بگم. جانم. خدا به مادر عمر طولانی بده. متاسفانه تو 2 ماه گذشته برادرم هم طی یه تصادفی از دست رفت. به خاطر همین گفتیم یه مقدار دور مادر شما برادرتون هم از دست دادید. آخ مادر چه غمی میکشه. آقا شلوغ کنین، صدای موزیکو ببر بالا، راحت باشین واقعا. چون من رعایت ما رو هم نکنید. البته این 1 ماه بیشتر طول نمیکشه. چطور؟ چون متاسفانه مادر یه بیماری لاعلاجی دارن. دکترها به ما گفتن 1 ماه دیگه بیشتر زنده نیستن. یعنی من همسایه شما هستم یا نیستم؟ اختیار دارید، شما که عزیز ما هستید. من نباید در جریان این شرایط شما قرار بگیرم. خواهش میکنم. یعنی شما ما رو غریبه میدونید؟